باعث بشن که فوتبال ما با شیوه نوین فوتبال آشنا بشه و بچه‌های جوون ما میادین بین‌المللی رو ببینن و خودشون رو آزمایش بکنن در مقابل تیم‌های معتبر امروز جهان. مطلق به تو میره، گروسی میفرسته، فرصت برای احمدزاده، میسابونه سرش رو و توپش با فاصله کم از کنار دروازه راهی آوت میشه. احمدزاده کم کمک همین یار نوید داشتن یک فوروارد سرحال رو به ما میده. خوب بود کارش. مجتبی محرمی برای نامجوی مطلق، مجید به تو میزنه که خطای یار شوروی رو دیدیم، سابیتوف رو که نمیدونم چطور آقای قشقان ندیدین خطا رو. یه تونل رو باز میکنن، فرصت برای شوروی ها هست که ضربه بزنه زازا رسویلی که این کار رو هم میکنه در 22مین دقیقه نیمه دوم و 67مین دقیقه این دیدار که توپ از دست میره به حسنزاده و هم برای جواد زرینچه. جواد جلو میره، مطلق رو در کنار داره، ترجیح میده که توپ رو برای گروسی بفرسته. این توپ رو میزنن و بلافاصله روزها توپ رو تصاحب میکنن و به جلو میان. وصله 10 شلیموف و به 6 مستوی، فرصت کار برای رسویلی، جا میذاره عزیزیان رو و باز میکنه دروازه تیم ایران رو. در یک غافلگیری جا میمونه خط دفاعی ما و دور میزنن خط دفاعی ما رو و گلش رو به ثمر میرسونه یار شوروی.